در فلسفه سیاسی غرب همیشه غربی‌ها به یه قضیه متکی هستن و اونم بهانه‌جویی. یعنی 11 سپتامبری رو به وجود میارن که به بهانه‌اش بیان تو ارض خاورمیانه، ارض آخرالزمانی، جلوگیری کنن از فعالیت شیعیان در جهت زمینه‌سازی ظهور مهدی. یعنی میان هسته ایران رو میچسبونن به قضیه مهدویت شیعه و میگن آقا ایرانی‌ها میخوان بمب اتم بسازن، یا برای تعجیل ظهور یا برای استفاده مهدی برای نابودی قوم یهود. گروهی از اوانجلیکال ها میان میگن آقا دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای برای اینه که اسرائیل رو نابود کنن و ظهور مهدی فراهم بشه. گروه دیگه شون امثال تیموتی فرنیش میگه که این حرف اشتباهه. ایران قرار نیست اسرائیل رو نابود بکنه تا ظهور شکل بگیره، بلکه امر ظهور مهدی توسط خدا محقق میشه. اما ایران میخواد سلاح هسته‌ای رو در جنگ های در واقع آخرالزمانی یا آرماگدونی خاورمیانه در اختیار مهدی بذاره. یعنی اختلاف نظرشون سر همینه فقط که ایران قبل از ظهور میخواد بمب اتم بسازه و اسرائیل رو نابود کنه یا میخواد سلاح هسته‌ای بسازه بده دست مهدی. کدومش؟ برای همین ترامپ اساساً پروندهش نابودی ایران تا سال 2020 بود که جان بولتون رفت بین منافقین میگفتش که تا سال 2019 ما وسط تهران جشن میگیریم که این اتفاق نمیفته. چیزی که اینها خودشون در نشریه های مختلف عنوان کردن در واقع اینه که ایران سال 2022 میخواد اسرائیل رو نابود بکنه و قبل از این ما باید کار ایران رو یکسره بکنیم، چون اگر نظام جمهوری اسلامی ایران باقی بمونه معامله قرن نتیجه نخواهد داد. برای همین کار باید طوری بشه که ایران رو وارد چند جنگ منطقه‌ای بکنیم که البته داعش هم نقشش همین بود که شکست خورد. حالا اومدن شمال غرب ما رو شلوغ کردن با همکاری ترکیه خبیث و از طرفی دو ترور بزرگ صورت گرفته. اینجا اگر نوع پاسخمون طوری باشه که اونا میخوان، یعنی بازی کردن تو زمین اونا، و اگر دیر پاسخ بدیم و برخی از مسئولین بترسن از هر گونه پاسخگویی، اینجا دشمن پروتر میشه و دست به اقدامات بزرگتری میزنه. و نکته مهم اینه که هر چه عقب‌تر بیفته و در واقع کاری نکنیم بدتره، چون غربی ها و اسرائیلی ها این روش رو دارن که بیان خودزنی بکنن و بندازن گردن ایران، بگن آقا کار ایرانیاست. حالا این خودزنی میتونه کشتن مردم معمولی باشه یا چیزی شبیه 11 سپتامبر. نباید فضا به دست دشمن داد. اسرائیل مدت‌ها تو فکر اینه که هر طور شده ایران رو وارد یک چالش چند جانبه بکنه. سه اهرم مهم داره. اولیش و مهمترینش امریکاست، به قولی بابای اسرائیل، که قراره میراث خودش رو بده به فرزند ناخلف خودش یعنی اسرائیل. اینجا یه تئوری که وجود داره اینه که اسرائیل میخواد امریکا رو وارد جنگ مستقیم با ایران بکنه. این یک. دوم این که عربستان سعودی وهابی اینا هم خود دارن تجهیز میشن تا به قولی پس فردا جان فدایی کنن برای اسرائیلیا. اگر این همه فشار دارید میبینید روی مردم مظلوم یمن هست، فقط به خاطر تو ایرانیه، چون یمن تبدیل شده به مشت محکم علیه سعودیا تا جایی که الان انصار الله هم موشک میسازه و هم اسرائیل رو تهدید میکنه. ایران و یمن و عراق سه سرزمین مهم آخرالزمانی هستن که غربی ها باید تسخیرشون کنن. اینجاست که شارون نخست وزیر سابق اسرائیل میگه ایران هدف بعدی پس از حل مسئله عراقه. چرا؟ چون این کشور برای خاورمیانه، اسرائیل و اروپا خطرناکه. یعنی اول عراقو که تسخیر کردیم، بعد میریم سراغ کجا؟ ایران. اهرم دیگه اسرائیل بعد از امریکا و عربستان ترکیه است که قراره با چند نقاب ظاهر بشه. اول تعرض ترکیه به سوریه، یعنی این بار نیروهای نیابتی پشت سر یک ارتش رسمی کشور دیگه میخوان بیان وسط، ارتش ترکیه که الان هم داره تکفیری ها رو میبره قره‌باغ و در واقع آذربایجان، و هم داره شاخه های تکفیری رو پشت قوای نظامی خودش تقویت میکنه برای سوریه. جنبندی اینا یعنی عزیزم دشمنان شدیداً وارد یک مرحله جدی و میتونیم بگیم آخرالزمانی دارن میشن. اینجاست که مقام معظم رهبری میفهمه شرایط الان مثل جنگ احزابه. کفار و مشرکین و منافقین دست به دست هم دادن تا علم اسلام و مهدویت رو زمین بزنن. در جنگ احزاب کفار و مشرکین پشت خندق‌ها صف به صف وایساده بودن و مدینه در محاصره کامل نظامی در واقع تحریم اقتصادی قرار داشت و یهودیان منافق داشتن داخل مدینه آشوب درست میکردن و نگاه پیامبر بیشتر به داخل بود. به پالس هایی که یهودیان داشتن ایجاد میکردن برای به هم ریختن سپاه و سوء استفاده کفار پشت خندق ها. برای همینه که رهبری میفهمن باید قوی بشیم. بعضی‌ها باور نکردن که تو چه شرایطی هستیم. غرب جرقه جنگ های صلیبی رو زده، جنگ های صلیبی دوم، اون هم به طور جد و در پلن های گسترده. غرب جرقه جنگ های صلیبی رو زده، جنگ های صلیبی دوم. برای همینه که رهبری میفهمن باید قوی بشیم.